غادرنا المنزل في تلك الليلة، أي في 12 من اکتبر. انعکاس هر آنچه که در جهان امروز دارد اتفاق می‌افتد سلیقه هنرمندانه می‌خواهد. وقفوا لكي نقف في غزو 7 من اکتبر. سنظل صامدين حتى يأتي يوم نتوجه فيه من غزة. شبیه کاریکاتورهایی که زحمت 1000 متن و مقاله را از دوش اهالی رسانه بر می‌دارد. و البته مخاطبها هم معنایش را خوب می‌فهمند. جندي مع إخوته بسلاح الكاريكاتير الذي يفهمه الجميع لإيصال حقيقة ما يجري هناك وإبراز مظلومية أهلنا في غزة. شبیه مبارزه به سبک کمال شرف که تازه ترین اثرهایش حکایت از دنیای سیاست دارد و بازی‌های رسانه‌ای. بزرگ کردن جبهه مقاومت و ذلیل نشون دادن جبهه کفر از نمونه‌های بارز فعالیت آقای کمال. کاریکاتورهای این هنرمند میگوید جای جلاد و شهید عوض نشده، همه چیز روشن است. هنر کمال شرف همون ذهنیتی که ما از یک قهرمان یمنی داریم، آدمی که با کمترین امکانات وایساده و داره در لحظه مهمترین کار رو میکنه، با اولویت ترین کار. در روزگار از دست رفتن 50,000 جان گرامی در باریکه کوچک و مظلوم غزه، در زمانه رنج انسان هزاره سوم و در روزگار تشویق‌های بی‌امان حامیان برای اهالی بمب و موشک، برای قاتلان هزار کودک، چشم جهان روشن، خیلی ها سمت درست تاریخ ایستادند و برای فریاد این مظلومیت قیام کردند. از سینمایی ها و روزنامه‌نگاران تا دانشجوها و کاریکاتوریست ها. مثل کمال شریف. کمال شرف یکی از آنهاست. تو زبان ایرانی آدمایی که خیلی دوستشون داریم و حس می‌کنیم ویژگی‌های خیلی خوبی دارن و با عنوان با شرف ازشون یاد می‌کنیم. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.